یکی از سری ترین ماشین های دنیا ماشین رئیس جمهور آمریکاست و سفرهای رئیس جمهور آمریکا چیزی بیشتر از $800,000 در روز هزینه برمی‌داره. بودجه‌ای که زمانی نبودنش باعث شد یکی از رئیس جمهورهای آمریکا سوار ماشین گنگستر معروف آمریکایی آل کاپون بشه. در 8 دسامبر 1941 یک روز بعد از حمله غافلگیرانه ژاپن به پرل هاربر، رئیس جمهور وقت آمریکا فرانکلین روزولت نیاز داشت از کاخ سفید راهی کنگره بشه تا بر علیه ژاپن اعلام جنگ کنه. اما با توجه به حساسیت شرایط موجود، ماشین رئیس جمهور که فاقد شیشه ضد گلوله و تجهیزات ایمنی بود غیر مناسب اعلام شد. بر اساس گفته‌های مایکل ریلی، رئیس سرویس امنیتی و مخفی کاخ سفید، در اون زمان ظاهراً دولت آمریکا اجازه نداشت که بیشتر از $750 برای خرید هر خودرو هزینه کنه. هزینه‌ای که برای ایمن‌سازی و ضد گلوله کردن خودروی رئیس جمهور کافی نبود. در اون سالها اما فقط یک خودرو با شیشه‌های ضد گلوله و ایمنی کافی در دسترس که متعلق به گنگستر معروف آل کاپون بود. این ماشین 9 سال قبلتر توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا توقیف شده بود. اینطوری شد که روزولت به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا سوار یک ماشین ضد گلوله با ایمنی بالا شد. چند دهه بعد و پس از چندین تلاش برای ترور رئیس جمهورهای آمریکا که یکیش هم موفقیت آمیز بود، نه تنها نیروهای امنیتی به این نتیجه رسیدند که حمل رئیس جمهور در خودرویی با سقف‌های بازشونده انتخابی درست نیست، بلکه امروزه سالانه 300 تا 400 میلیون دلار صرف حمل ایمن رئیس جمهور ایالات متحده میشه. در سفرهای با ماشین، رئیس جمهور آمریکا 2 لیموزین بسیار منحصر به فرد کاملا مشابه از برند کادیلاک معروف به بیست در اختیار داره که قیمت هر کدوم از این ماشین‌ها 1.5 میلیون دلاره و واضح است که چرا دوتا. اما تخمین زده میشه که رئیس جمهور بین 16 تا 20 عدد از این لیموزین رو در اختیار داره. به نظر اغراق‌آمیز میاد، اما همراه من باشید در امزو مگزین تا انتهای این ویدیو تا ببینید نه تنها اغراق‌آمیز نیست بلکه منطقی هم هست. در همراهی‌های رئیس جمهور چند دسته خودرو وجود داره، از خودروهای پلیس و دستگاه‌های امنیتی سرویس مخفی تا آمبولانس‌ها و 2 لیموزین کادیلاک. این 2 هیولا حتی شماره پلاک مشابهی هم دارند و سوال این که رئیس جمهور سوار کدومشونه. این 2 خودرو دارای کف ضد بمب، درها و شیشه‌های ضد گلوله هستند و مجموعه‌ای از سلاح‌های مختلف هم درونش وجود داره. وجود این حجم از امکانات امنیتی در ماشین وزن اون رو به 9 تن میرسونه. در کنار اینها 2 کیسه خون مشابه گروه خون رئیس جمهور برای مواقع ضروری در این لیموزین ها حمل میشه. اما خب در مواقعی نادر پیش اومده که رئیس جمهور باید در یک روز از چندین محل و یا شهر بازدید کنه که ضریب خطر برای رئیس جمهور رو بالاتر میبره. برای این منظور هر شهری که رئیس جمهور قرار ازش دیدن کنه نیاز داره که ناوگان خودروها به همراه 2 لیموزین پیش از رسیدن او به اون شهر اعزام بشه و در اونجا مستقر و آماده باشن. همونطور که همه ما شاید تجربه کرده باشیم، نمیشه از کارایی درست وسایل نقلیه 100% مطمئن بود. بنابراین همیشه تجهیزاتی اضافه برای تعمیر و نگهداری احتمالی این ناوگان و به خصوص لیموزین ها باید به شهر مربوطه ارسال بشه که این شامل لیموزین های جایگزین هم میشه. بنابراین همینطور که در ابتدا اشاره کردم، داشتن 16 تا 20 لیموزین تعداد اغراق‌آمیزی محسوب نمیشه. درسته که هزینه‌های این تدارکات بسیار بالاست، اما این هزینه‌ها اصلاً مهم نیستن، مخصوصاً زمانی که با هزینه‌های جابجایی ناوگانی که به بسته امنیتی معروفه مقایسه میشه. بسته امنیتی قسمتی از این 2 لیموزین و چندین خودروی SUV امنیتی میشه که این 2 لیموزین رو اسکورت میکنن. قبل از اینکه رئیس جمهور کاخ سفید رو ترک کنه، خودروهای بسته امنیتی میبایست در یک هواپیمای C-17 گلاب ماستر و یا بعضی وقتها در یک C-5 گلکسی بارگیری بشن. هر دوی این هواپیماهای ترابری متعلق به نیروی دریایی ارتش هستند و همینطور که حدس میزنید به حرکت درآوردن این هواپیماهای غول‌پیکر بسیار هزینه بره. هزینه‌ای معادل $100,000 و یا حتی بیشتر برای هر ساعت پرواز. هزینه هر ساعت پرواز برای یک F-22 چیزی حدود $60,000 و برای F-35 $30,000.
حالا که صحبت از F-35 شد، این نکته رو اشاره کنم که قبلا یه ویدیو براتون درباره بزرگترین ضعف این پرنده درست کردم و دلیل این ضعف رو از انفجار چندین هواپیمای مسافربری در مقاطع مختلف زمانی ریشه یابی کردم. اگه دوست داشتید این ویدیو رو تماشا کنید، میتونید از پنجره کوچکی که در بالا و سمت راست تصویرتون اومده اون رو تماشا کنید و هم میتونید لینک مربوط بهش رو در انتهای همین ویدیو ببینید. مالیات دهنده های آمریکایی که عملاً پرداخت کننده این هزینه ها هستند شاید بیشتر خوشحال می شدن که داستان در همین جا تمام می شد، اما این تازه شروع ماجراست. اگه رئیس جمهور نیاز به پرواز به جایی داره که خیلی دور از کاخ سفید نیست، هلیکوپتری معروف به مارین وان برای سوار کردن او در حیاط جنوبی کاخ مستقر خواهد بود. مارین وان نام مستعاریه برای هر هلیکوپتر نیروی دریایی که رئیس جمهور رو حمل میکنه. برای مسافت‌های طولانی‌تر رئیس جمهور با هواپیمای نیروی هوایی معروف به ایر فورس وان پرواز میکنه که باز هم نام مستعاریه که در هنگام حضور رئیس جمهور در هواپیمای نیروی هوایی استفاده میشه. همونطور که میبینید این اسمهای مستعار از یک الگوی خاص پیروی میکنن. بعد از آشنایی با این اسمهای مستعار یه نگاه بندازیم به پروسه سفر جو بایدن به یک مزرعه در ایالت ایلینویس و شهر کنتاکی در ماه می 2022. ابتدا مارین وان در چمن جنوبی کاخ سفید فرود اومد. در کمتر از 10 دقیقه رئیس جمهور در پایگاه نیروی هوایی اندروز پیاده شد، جایی که معمولاً یه ایر فورس وان منتظرشه. ایر فورس وان رئیس جمهور رو به فرودگاه بین‌المللی اوهار شیکاگو میرسونه. از اونجا تا کانکاکی چیزی حدود 120 کیلومتره، اما طی این مسافت برای رئیس جمهور که زمان براش بسیار با اهمیته، هدر دادن وقت محسوب میشه. بنابراین رئیس جمهور از فرودگاه اوهار، جایی که یک هلیکوپتر مارین وان منتظرشه، به فرودگاه کوچک کانکاکی پرواز میکنه. ولی یه لحظه صبر کنید، چطور یک هلیکوپتر مارین وان خودش رو به اونجا رسونده؟ حقیقت اینجاست که یک هلیکوپتر دیگه قبلا در یک هواپیمای ترابری بارگیری شده و قبل از رئیس جمهور به اوهار رسیده تا او رو سوار کنه و به کانکاکی برسونه. در نظر بگیرید که این فقط یک بازدید ساده از یک مزرعه بود. برای اینکه بزرگی این هزینه ها رو واضح‌تر نمایان کنم، باید بگم که رئیس جمهور آمریکا در یک سال حداقل از 100 شهر بازدید میکنه. اولین هواپیمای ایر فورس وان با اون چه امروز دیده میشه کاملا متفاوت بوده. در آگوست 1959 پرزیدنت آیزنهاور اولین رئیس جمهور ایالات متحده بوده که با هواپیمای جت ریاست جمهوری پرواز کرد. این هواپیما یک بوئینگ 707 اصلاح شده با نام شناسایی سم 970 بوده. عبارت سم برای نشون دادن یک مأموریت هوایی ویژه بود. نیروی هوایی اما با در نظر گرفتن رنگ‌های قرمز، نارنجی و مشکی این هواپیما رو به یک هواپیمای نظامی تبدیل کرد. چند وقت بعد اما طراح صنعتی معروف به نام ریموند لووی که طرح‌های معروف زیادی از جمله دستگاه نوشابه کوکاکولا، اتوبوس‌های گریهاوند و لوگوی شرکت شل رو خلق کرده بود، به دولت کندی یک طرح جدید برای ایر فورس وان پیشنهاد داد. طرح او که هنوز نه تنها روی هواپیمای رئیس جمهور استفاده میشه، بلکه هواپیمای مخصوص معاون اول رئیس جمهور هم که به ایر فورس 2 معروفه از این طرح استفاده میکنه. 2 هواپیمای بوئینگ VC-25 که در حال حاضر به عنوان ایر فورس وان خدمت میکنن، نسخه نظامی بوئینگ 747 هستند. یکی از این 2 بوئینگ وسیله حمل و نقل رئیس جمهوره، در حالی که دیگری ملقب به هواپیمای روز رستاخیز در اصل یه مرکز فرماندهیه که رئیس جمهور و تیمش میتونن از درونش عملیات‌های ویژه رو هدایت کنن. ادعا میشه که هر 2 هواپیما قادر به مقاومت در برابر پالس‌های الکترومغناطیسی ناشی از انفجار هسته‌ای هستند. ایر فورس وان همیشه به این نام خطاب نمی‌شده و قبلا یک کد عمومی مثل بقیه هواپیماها داشته، حتی زمانی که رئیس جمهور در اون هواپیما بوده. در سال 1953 یه هواپیمای تجاری متعلق به خطوط هوایی ایسترن با کد 8610 در مسیر هواپیمای رئیس جمهور
با کد ایرفورس 8610 که حامل رئیس جمهور آیزنهاور بود قرار گرفت که باعث سردرگمی زیادی در کارهای پروازی شد. این اتفاق باعث شد که سرویس امنیتی تصمیم بگیره که یک کد مخصوص برای هواپیمای رئیس جمهور در نظر بگیره. اینطور شد که ایرفورس وان در سال 1962 به شکل رسمی به هواپیمای رئیس جمهور گفته شد. با گذشت سالها اسمهای مستعار دیگه‌ای هم به وجود اومدن که هر کدوم بیانگر وسیله‌ای هستند که رئیس جمهور با اونها سفر میکنه. در تمام این سالها فقط یک هواپیما به نام نیوی وان شناخته شده، هواپیمای لاکهید S3 وایکینگ که در سال 2003 جورج دبلیو بوش رو به ناو هواپیمابر USS آبراهام لینکلن برده بود. این اتفاق زمانی افتاد که ارتش آمریکا 6 هفته درگیر تهاجم به عراق بود. به مناسبت این فرود و اشغال عراق یک بنر با مضمون مأموریت انجام شد برای ورود جورج بوش به این ناو هواپیمابر که فرود کامل داشت و هواپیمای او به وسیله کابل‌های نگهدارنده متوقف شده بود بر روی عرشه نصب شد. گراند فورس وان یا نیروی زمینی 1 به اتوبوس سیاه رنگ زره‌ای اطلاق میشه که رئیس جمهور آمریکا رو در زمانی که مجبور برای مدت طولانی در جاده باشه حمل میکنه. از این اتوبوس هم 2 دستگاه وجود داره که سرویس امنیتی هر کدوم رو به قیمت $1.1 میلیون در زمان ریاست جمهوری دوم باراک اوباما برای کمپینش خریداری کرده بود. در کنار مشخصه های خاص زیادی که این اتوبوس داره باید به تایرهای مخصوصش هم اشاره کرد. در تایرهای معمولی با نفوذ یک شی مثل میخ به درون تایر و خروج هوای فشرده درونش وسیله نقلیه دیگه قادر به ادامه حرکت نخواهد بود. تایرهای گراند فورس وان هم از هوای فشرده استفاده میکنه. این تایرها اما دارای یک جداره پشتیبان هستند که اتوبوس حامل رئیس جمهور حتی در صورت از دست دادن فشار هوای تایرها همچنان قادر به حرکت تا 10 کیلومتر خواهد بود. یک کد غیر معمول دیگه هم وجود داره به نام ریل فورس وان. این کد به قطاری اشاره داره که جو بایدن در فوریه 2023 از اون در سفرش به اوکراین از لهستان استفاده کرد. در نهایت یک کد ویژه هم هست به نام اکزیکیوتیو وان. از این کد فقط یک بار استفاده شده. این بخش رو تماشا کنید تا دلیلش رو بهتون توضیح بدم. چون مردمانی هستیم که به امضای خودمون پابند هستیم میگوییم یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگر کمپانی های موجود به کارشون ادامه بدهند به شرطی که درآمد هر بشکه نفتی که به ما میرسد از درآمد ممالک همحوزه ما کمتر نباشد، به شرطی که قدرت صادراتی ایران به 8 میلیون بشکه در روز برسد و اگر فاصله‌ای که حالا تا اون رقم هست پر نشود خود ما خواهیم کرد و خود ما میدانیم با اون نفت اضافی چه بکنیم. در 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت‌های فعلی در اون ردیف بلندی که بعد خواهد ایستاد و مشتری نفت ایران خواهد بود بدون هیچ مزایایی مثل دیگری باید بیان صف بکشند. در سال 1973 رئیس جمهور وقت ایالات متحده ریچارد نیکسون که همراه با خانواده برای تعطیلات راهی کالیفرنیا بود تصمیم گرفت که از خطوط هوایی تجاری برای این سفر استفاده کنه. دلیل این تصمیم هم مشکل کمبود بنزین در سراسر کشور و قیمت بالای اون بود. با این تصمیم ظاهرا رئیس جمهور میخواست از هزینه‌های غیر ضروری که از جیب مالیات دهنده ها پرداخت میشه اجتناب کنه. مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. نظراتتون رو برامون کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.